شیطان میگوید کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند او برادری من است. اگر از امام پیشتر بر رکوع رود او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید و حرمت و احترام نکند او مادری من است. زنی که لباس برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد او همسری با وفای من است. زنی که از حد زیاد خود را آرا و تارا می دهد او معشوق